خسته نباشید. امروز اومدیم برای آموزش رمز گذاشتن روی محدوده‌ای که ما مشخص میکنیم توی برنامه اکسل. مثلا میخوایم برای مثال نام درس ها رو ما قفل بذاریم براش، یعنی که محدودیت بذاریم کسی نتونه جابجا کنه یا چیزی اضافه کنه. یا اول از همه سلکت میکنیم روشون، بعد راست کلیک میکنیم و فرمت سلز رو انتخاب میکنیم. بعد توی پروتکت اینجا تیک لاک باید فعال باشه، یعنی قفل. اوکی میکنیم. بعد ما روی پروتکت شیت میزنیم، یه پسوردی بهش میدیم 1 2 3 4 مثلا. بعد اوکی میکنیم، دوباره همونو میزنیم. بعد الان همونطوری که میبینید ما نمیتونیم چیزی اضافه کنیم یا اصلا هیچ تغییراتی روش نمیتونیم اعمال کنیم، بخاطر اینکه پسورده. دوباره برای اینکه بخوایم حالا تغییراتی روش اعمال کنیم، همون گزینه رو میزنیم، پسوردمون رو که میزنیم اوکی میکنیم، میتونیم تغییراتمون رو روش اعمال کنیم.